کابل، پایتخت افغانستان، شهری است با تاریخ غنی و فرهنگ متنوع که زیبایی‌های طبیعی و تاریخی آن این شهر را به یکی از مقاصد جذاب برای گردشگران و محققان تبدیل کرده است. در این گزارش به بررسی زیبایی‌های کابل و جاذبه‌های آن می‌پردازیم. کابل در دامنه‌های کوه‌های هندوکش واقع شده است و مناظر طبیعی خیره کننده ای را ارائه می دهد. کوه‌های سرسبز و دشت‌های وسیع فضایی آرام و دلانگیز برای ساکنان و بازدید کنندگان فراهم می کنند. پارک‌های طبیعی مانند بغدادی و پغمان با درختان سرسبز و آبشار زیبا مکان‌های مناسب برای استراحت و تفریح هستند. کابل دارای تاریخچه غنی که در بناهای تاریخی آن مشهود است. از جمله جاذبه‌های تاریخی میتوان به قلعه دارالمان، مسجد جامع کابل و موزه ملی افغانستان اشاره کرد. این بناها نه تنها نشان دهنده هنر معماری گذشته هستند بلکه داستان‌های زیادی از تاریخ افغانستان روایت می‌کنند. کابل به عنوان مرکز فرهنگی افغانستان محلی برای نمایش هنرهای سنتی و معاصر است. بازارهای محلی مانند بازار سرای شاهزاده و بازار کارتی نو پر از صنایع دستی، فرش‌های دستبافت و محصولات محلی هستند. همچنین موسیقی و رقص‌های سنتی افغان بخشی از فرهنگ غنی این شهر را تشکیل می‌دهند. مردم کابل به مهمان نوازی و فرهنگ غنی خود معروف هستند. این ویژگی باعث می شود که بازدید کنندگان احساس راحت خویشاوندی کنند. غذاهای محلی مانند چلو کباب و پلو نیز بخشی از تجربه فرهنگی در کابل هستند که می توانند لذت بخش باشند. زیبایی کابل نه تنها در مناظر طبیعی و بناهای تاریخی آن بلکه در فرهنگ مهمان نوازی مردمش نیز نهفته است. با وجود چالش‌های موجود، کابل همچنان به عنوان یک شهر با زیبایی‌های منحصر به فرد و فرهنگی غنی شناخته می شود. این زیبایی‌ها می توانند به عنوان منبعی برای امید و الهام در آینده این کشور عمل کنند.